هر وقت ماری تخم‌های پرنده‌ای را پیدا کند، معمولاً بیدرنگ آنها را می‌بلعد. اما وقتی نوبت به تخم‌های این پرنده میرسد، حتی مار هم هر چقدر تلاش کند کاری از پیش نمیبرد. چرا؟ چون چرخریسک آویزان، پرنده‌ای کوچک و باهوش، لانه‌اش را در انتهای شاخه درخت می‌سازد، جایی که رسیدن به آن برای بیشتر شکارچی‌ها، به ویژه مارها، بسیار دشوار است. اما حتی اگر ماری سمهاو بتواند خودش را به لانه برساند، باز هم تخمی پیدا نمی‌کند. چرا؟ چون لانه از نظر مار خالی به نظر می‌رسد، ولی در واقع تخم‌ها همانجا هستند، فقط خیلی زیرکانه پنهان شده‌اند. راز این محافظت در طراحی لانه نهفته است. لانه دو ورودی دارد که به دو اتاق جداگانه میرسند. یکی از اتاقها کاملا خالی است و همیشه باز میماند، یک تله برای فریب دادن مهاجمان. اتاق دیگر که تخم‌ها یا جوجه‌ها در آن نگهداری میشوند، ورودی پنهانی دارد که پرنده با دقت آن را مخفی میکند. در نتیجه مار فکر میکند لانه خالی است و میرود، بیان که بفهمد اتاقی مخفی درون آن وجود دارد. و به این ترتیب چرخریسک آویزان از فرزندانش نه با جنگ، بلکه با طراحی هوشمندانه محافظت میکند.